خب آقا، موزیک ما از کوروش و از سمیلو مسکه. این موزیک نزدیک یه هفته پیش از ساندکلاد خود کوروش اومده بیرون و من این موزیک رو گوش ندادم، هیچ چیشو گوش ندادم. گفتم که الان بهترین فرصته که با هم دیگه گوش بدیم و یه ریاکشن ویدیو هم داشته باشیم. به نظرم بدون هیچ حرف اضافه سری بریم کافه موزیک ببینیم که چطوریه. برم. از اون روز که من و تو ما شویم، سمیلوه قطر قطر جمع شد دریا شویم، این شب تفگر چه دیر میگذرد، آید آن روز که صبح فردا شویم. بسیجیا کردن خواهرها و داداشامو دوره، اگه ولت کردن نصف شب چون بازداشتگاه پره، کارگرنون نداره ولی جیبه حاج آقا تو پول ملت و طولش میبره کانادا و خوره، هر روز میمیره گلی. کوروش میکنه اولین بارشه فاز اعتراضی اونجوری داره میخونه، نه قبلا اینجوری نبوده، ولی میدونم که طرفدار این سبکی هستش. یعنی از اینایی نیست که مثلا موضوع بگیره اعتراضی نباید وجود داشته باشه، مثلا جی جی و ام جی و ویلسون اینا اینجوری میگفتن که اعتراضی سمه. حالا که میبینیم مثلا سیجل و اینا رو دریل دارن میان اعتراضی میخونن، ولی کوروش از اول اینجوری نبوده. یعنی حتی مثلا احترام هم قائل بوده واسه این سبک. تا اینجا خوب زد. کارگرنون نداره ولی جیبه حاج آقا تو پول ملت و طولش میبره کانادا و خوره، هر روز میمیره گلی از این باغ و اینجا ایرانه، توش میجنگن با پلیس عراق و زیاد فرقی نمیکنه دیگه داعش با این رژیم، برای زندان شریف تا دانشگاه اوین تو مدرسه ها همه کردن زندان شریف دانشگاه اوین. تازگی پروفسور گرفتن، یعنی میگفتن الان دیگه استاد دانشگاه اوین به قولی هم تکمیل شد. اوین خیلی جای خفنیه واقعا، و اینا که اینا خنده‌ای از چیزا، یعنی ناراحتی و عکساتون و پاره نخبه فراری سرمایه ملی صدلای زباله، این پاییز باید به حالتون از ابر و خون بباره، یه روز همتون میمیرید ولی مهسا موندگاره. من باید ببینم آزادی وطن و به چشام پر از تنفر صدام، بهش نگید اعتراض این دفعه هدف خود نظامه. سید علی کوشی برده باشی هم اومدم بدلاتو گام. واقعا بدل داره، بس میکنم داره واقعا گام. اوکی، سمیلو یا حالت کارستور بگ وکالیه سمیلو، یعنی من فکرم مثلا ورس داره، شاید هم داره، حالا نمیدونم. رژیم یه اتوبوس تو جاده مرگ میچرخونتش، یکی با یه دست بخونید فاتحش برای دختر آزادی، خاکه میگن فاحش است، یه روز میاره خبر آزادی، قاصدک برا سنندج برای قتل عام مردم، سید علی بسته انقدر خون نسل ما رو نخور، تو دیکتاتوری بستی دست هرچی شاه اپوش دم کرونا گرم، حداقل بچه ها رو نکش آجی عروسی. آره واقعا خیلی فکت تلخه، دم کرونا گرم بچه ها رو نمیکشت. پشتم کرونا گرم حداقل بچه ها رو نکش آجی عروسی طولشونه تو الی میره کاخ، برعکس نکای 17 سالگیشو جشن گرفت زیر خاک انگاه هم. ای بابا نورم قطع شد، اصلا انقدر تلخ بود نورم قطع شد. کری هم به کل کوری، ببین 80 میلیون دارن میگن نه به جمهوری، برای شاعرها که میچینن توی بند ردیف، یه مصرعشون میارزه به بیت رهبریت، برای اشتباه 57 زنده باد انقلاب نسل 82. سب کن یه مصرعشون میارزه به بیت رهبری، چقدر خفن گفت. این آهنگ قدیمی تر از آهنگ شاپوره. شاپور هم یه بازی، یک چی میگن کلمه بازی با بیت و این چیزا کرد، باحال بود. یه مصرعشون میارزه، خیلی خفن بود. اینو من بیشتر از چی میگن بیت شاپور دوست داشتم. بیت رهبریت برای اشتباه 57 زنده باد انقلاب نسل 80 زن 80 زن ایول. آقا من واقعا فاز اینایی که 50 رفتن انقلاب کردن درک نمی کنم، یعنی واقعا با چی گول خوردن؟ اصلا چی شد که به این نتیجه رسیدن الان ما باید انقلاب کنیم؟ واقعا نمیفهمم. از اون روز که من و تو ما شویم، قطر قطر جمع شد دریا شویم، این شب تفگر چه دیر میگذرد، آید آن روز که صبح فردا شویم.
آره این خواننده است، اسمشو واقعا الان یادم نمیاد، که خیلی قدیمی ویدیوش در اومده بود که منتظرین هممون رو بکشن و این چیزا. خیلی حرفای جالبی میزد اونم. اوکی آقا، اینم از ترک ما از کوروش و سمیلو، یه بچه کارستی داشت سمیلو، و اینکه ترک جالبی بود و این چی میگن توی اینجور شرایط الان لازمه واقعا هر کی هر حرکتی بزنه دمش گرم. حتی من میگم دمت بچهای زد بازی، حالا خیلی موضوع گرفتن که چرا سپه خلسه و لیتو اینا هم اومدن ترک دادن دیگه مثلا گذشته اینا، ولی نظر من اینه که میشه پذیرون دیگه. بسیجی که دیگه نیستن، میدونی چی میگم؟ حتی اگه بسیجی ها مثلا تفنگشون رو بذارن زمین بیان با مردم باز اوکیه به خدا، ولی اینکه مثلا آغوشمون باز باشه بپذیریم، ولی ام جی رو باید پاره کنیم. نمیدونم آقا. خلاصه اینکه دم هر کی که هر حرکتی میزنه گرم، چه موزیک میدن، چه آهنگسازی میکنن، چه کلیپ درست میکنن. این روزا به نظر من کلیپ درست کردن داخل اینستاگرام وایرال شدن هم خیلی داره کمک میکنه. و اینکه هر کی به نحوه خودش داره یه حرکتی میزنه، یکی کف خیابوناست، یعنی همه باید کف خیابونا باشیم، ولی منظورم اینه که نباید بشین، یعنی تنها کاری که نباید کرد نشستنه. و اینکه دمتون گرم ویدیو رو دیدین و اینکه خشمگین بمونید. فعلا.